اومدی. ممنون. یلدریم خان نیم ساعت دیگه برای ملاقات با شما میرسم. بفرمایید. اینم میزتون. دمیر رویا چه خبر؟ باورم نمیشه چند ساله ندیدمت. واقعا که اومدی استانبول اون وقت به من زنگ نمیزنی؟ تازه برگشتم، یعنی به محض اینکه اومدم شروع به کار کردم. حتی چند دقیقه دیگه هم جلسه دارم. منم توی ازمیرم، برای کار اومدم اینجا. بعد از جلسه یه سر بهم بزن، من تو اتاق 107م. فکر نمی کنم امروز بتونم بیام چون سرم خیلی شلوغه. باشه پس بهم سر بزن. باشه میبینمت. اتاق 107. تو برو، حتما برو، اصلا خجالت نکش. خودم به یلدریم خان پروژه رو ارائه میدم. قهوه‌تو بخور لراکس، قهوه‌تو بخور. شما چطور شده؟ دمیر خانم صبح همینطوری بود. اونم مثل شما همینجوری خوابیده بود. چتونه؟ اون کی اومد دیگه ای بابا؟ احتمالا نزدیک صبح اومده. عالیه بچه ها، اگه همه اینجایین امروز میتونیم آموزش مشتری هیولا رو شروع کنیم. میشه فردا شروع کنیم؟ من امروز دارم از خستگی میمیرم داداش. بورا امروز فردا توی هر فرصتی باید از این اسن خانوم کار بکشیم. موفقیت عملیات چیتا به این بستگی داره. خب کجا هم دیگه رو ببینیم؟ اینجا؟ تو شرکت نمیشه، کارمندا میبینن. نه تو هپی پای خوبه، اینطوری منم به کارم میرسم. باشه پس بعد از ظهر توی هپی پای همدیگه رو میبینیم. مروه به اسن خانوم عجیب ترین خواسته های مشتریامون رو توضیح بده. چشم قربان. آیدا و بورا هر کاری از دستتون بر بیاد انجام میدید تا دمیر خان به استرس بیاد. اونو بسپار به ما. فرخ منع قانونی و موضوع مالیات رو تو توضیح میدی باشه؟ اون کار تمومی نداره. اوستا محرم تو چه وقتی و چی میخواد بگذاریم. تو بهتر از همه میدونی که مشتری هیولا چی من نمیتونم بیام، من کار دارم. خب بندازش یه وقت دیگه. نشنیده میگیرم، اصلا در شأن من نیست که اون خانم محترم منتظر بذارم. یادت نیست کجا قرار گذاشته؟ بیا. الو خانم محترم جون بفرمایید. محرم خان جون، من امروز نمیرسم بیام برای اینکه تو کافه منتظرتون نذارم. گفتم بهتون خبر بدم. این چه حرفیه خانم؟ برای ما افتخار بزرگیه که منتظر شما بمونیم. اگه بخواین یه روز دیگه. هرچی شما هم بفرمایین، هر موقع شما بگین هم دیگر رو میبینیم. عرض ادب و احترام خانم. بیا. میگم اوستا جون، حالا که قرارت کنسله این کی رفت؟ بگذاریم همتون آماده باشین، باید به هیولامون غذا بدیم. اینطوری طرحهایی که تو اتاقا هستن بیرون از هتل و اطراف استخرم ادامه پیدا میکنه. در ضمن گیاهانی که ما انتخاب کردیم به همراه فواره ها با یه مهندسی معکوس انرژی لازم برای نگهداری باغچه رو 60% کاهش میده. میتونم یه نگاهی بندازم؟ البته. نظرتون چیه یلدریم خان؟ کارتون خوب بوده، ممنونم. یه کپیشو به منشی بدین. براشون فرستادیم، چاپ شده و داخل یه فلش رو میزتونه. از فعال بودنتون خوشم اومد. میریم که عملش کنیم. موفق باشین. موفق باشین. ممنونم. روز بخیر یلدریم خان.
تبریک میگم. توی مدت زمانی کم تونستی کارو خوب ارائه بدی. یلدریم خان تحت تاثیر قرار گرفت. انگار استانداردهای تو بالاتره. بهتره بگیم خوش شانس بودی لراکس. خوش شانس؟ از چیش خوشت نیومد؟ حتی یلدریم خانم رو پسندیدش. جزئیات خوب کار نکرده بودی. تمرین ارائه انجام ندادی. در ضمن ارائهت خیلی هم طولانی بود. یعنی اصلا هیچ چیز خوبی توش نبود؟ تو بودی. منظورت چی بود؟ با انرژی خوبت تو ارائه تونستی نقاط ضعف نشون ندی. این بار عملی شد، اما همیشه اینطوری نیست. چرا به خودت اجازه نمیدی که خوشحال باشی؟ به اطرافیانت هم اجازه نمیدی. چرا با خوشحالی دشمنی؟ به مروه خانم زنگ بزن. با وداد قرار بذار و سفارش گیاها رو بده. من یه کاری دارم. خودت میتونی بری شرکت؟ البته. منم یه کاری دارم. تا 1 ساعت دیگه میرم. باشه، تو دفتر میبینمت. شما الان دارین به من میگین بین لروکس و دمیرخان هیچی نیست آره؟ اصلا خوششون نمیاد؟ شیفتگی؟ نه. علاقه؟ هیچی. 0. پس عشق یه طرف است. نه عزیز دلم، بینشون هیچی نیست. تو از کجا این حرفو در صبح آوردی؟ لروکس تیشرتای دمیرخان آورده بود. ببینم تیشرتای دمیرخان دست اون چی کار میکرد؟ ببینین منو، نکنه تو خونه رفت آمد میکنه. تو دیگه کسی عزیزم همچین چیزی نیست. مگه همچین چیزی میشه آخه؟ یا اون چیز بوده واسه همین آورده. چیز بوده. چی میگن؟ چیز نو بودن. دمیرخان شب پیام داده که میشه اومدی واسه من تیشرت بخری. خب لروکس هم صبح زود رفته براش تیشرت خریده. پس چرا اینقدر با هم صمیمی بودن؟ نه صمیمی نیستن، تو اشتباه متوجه شدی دختر جون. اما خیلی با هم صمیمی بودن. اینجوری بودن؟ ها اون یه تیکه از عملیات چیتا ساره عزیزم. حالا فهمیدی ازمیه؟ ببین پوزشیم اومد. برو. حواسم بهتون هست. به نظرت باور کرد؟ ازمیه عمرن بی خیال این قضیه بشه مطمئنم. اگه بفهمن توی خونه با هم زندگی میکنن اینطوری دمیر لروکس از کار اخراج میکنه. خدا نکنه مروه، باید حواسمون رو جمع کنیم. زود باش بریم. باش. سلام، من با لروکس خانم قرار داشتم. این صدا شما کی هستی؟ باباشم. همون سمی. اون اینجا چی کار میکنه آخه؟ خیلی خوشبختم. من ازمیه هستم. منم خوشبختم ازمیه. نمیدونه دمیر رئیسمونه مگه نه؟ گفتم برادرزاده صاحب خونه شونه. بفرمایین الان براتون قهوه میارم. نه بهتره اول لروکس رو ببینم. اما لروکس الان تو جلسه است. تو جلسه است؟ با کی جلسه داره؟ با رئیسمون آقا. با رئیس ما خوش اومدی عمو جون. خیلی خوش اومدی. خوش اومدی. ممنون. چطور این دخترا؟ خوبی؟ اومده بودم لروکس رو ببینم اما ایوا ما که هستیم. از میجون 3 تا قهوه بفرست به تراس. خب باشه سلام. چطورین؟ خوبم. شما چی کار میکنی؟ کارا خوب پیش میره؟ ولی راستش کارمون خیلی زیاده. آره میدونم خیلی کار خیلی میکنی. حرف بزنیم. بیاین. پس بابای لروکس اینه. پس اینطوریه. وقتی لروکس برای اولین بار اومده بود اینجا من باهاش اومدم، اما این واسه خیلی سال پیشه. گفتم حالا که اومدم استانبول یه سر بزنم ببینم چطورین، چی کار میکنین، کارا چطوری پیش میره ها؟ کار خوبی کردین، میگذره دیگه. عمو خودتون میدونین دیگه کار و بار و اینا. خاله آسمان کجاست؟ اونم خونه است. دارم میرم پیش بداد. البته در اصل تو داری میری. گفتم در جریان باشی. من خسته شدم، گفتم یه سر بیام اینجا. باشه اونو حلش میکنیم. بابات اینجاست، شرایط تحت کنترله. واقعا دلم براتون تنگ شده. آره سینوب خیلی جای خوبیه. خواهش میکنم مراقب باشی. منتظرتونیم، حتما اگه وقت کردین بیاین پیشمون. این کیه؟
اون بوراکه، پسر اکرام خان. اکرام خان؟ صاحب شرکت. دمیر زود نمیاد، اما قبل اینکه بیاد بفرستینش بره، به هیچ وجه دمیر رو نبینه. پس پسرشو رئیس کرده. نه اینطوری نیست. آره خب دیگه به تجربه و اینجور چیزا کسی اهمیتی نمیده. پسرتو بذار بالا سر شرکت تا ریاست کنه. آره درسته پسرشه، اما خب در اصل اکرم خان بروکو زود رئیس نکرد. یعنی 2 سال مسئول پروژه بود طفلی. وقتی هم رئیس قبلیمون رفت بعدش بوراک رئیس شد. اما بوراک تو کارش واقعا خیلی با استعداد و مصممه، یعنی حقش. آره کاملا مشخصه که چقدر مصممه. اینقدر ازتون کار میکشه که جونتون در بیاد. آخه همچین چیزی مگه میشه؟ در حدی مصممه که نصف شب میره تو خونه کارمنداش. چی؟ یعنی لروکس دیروز تا دیر وقت کار کرد، منظورم اینه. دخترم جلسات تموم شد؟ آره تموم شد بابا جون، اما الان دارم میرم یه جای دیگه. رفتی شرکت چیزی شده؟ نه همینطوری گفتم بیام یه سری بزنم همین. آها میخوای بیام دنبالت بریم با هم دیگه غذا بخوریم؟ نظرت چیه ها؟ نه من با دخترها تو تراس داریم با هم قهوه میخوریم. همه چی ردیفه. یکم دیگه میرم خونه. عجب که اینطور. باشه پس یه روز دیگه میریم، اما قول میدی؟ باشه قول میدم میرم. باشه پس تو خونه میبینمت. موفق باشی دخترم. میبوسمت. خداحافظ. از خانواده‌های سرشناس سینوپن. بنده خداها همشون خارج از کشور تحصیل کرده بودن، اما شاید باورتون نشه به یکیشون هم جواب بله نداد. یعنی تا اون هم متاسفانه. اما آسمان خانم جون، تو این کارا باید عاشق بشی. من میخوام یه مرد داشته باشم که مثل کوه باشه. یعنی یه مردی باشه که از پس هر کاری بر بیاد. درست میگم؟ آره خب کاری باشه خوبه، اما بقیهش به لروکس بستگی داره. اما خانم باید یه خانواده خوبم داشته باشه مگه نه؟ باید محترم و با شخصیت باشه. یعنی وقتی وارد یه جایی میشه همه باید در موردش حرف بزنن مگه نه؟ باید مراقب خانواده‌اش باشه، حواسش به فامیلاش باشه. کجا؟ مگه پسرای الان اینطورین؟ پسرای این دور زمانه حتی نمیخوان خانواده تشکیل بدن، یعنی از ازدواج کردن فرار میکنن. اما دمیر ما اصلا اینطوری نیست. از ژاپن برگشت که ازدواج کنه. آره آره بله، البته همیشه ازمون دور بوده. طفلکی تک و تنها بزرگ شده، همیشه حسرت خانواده تو دلش مونده. دمیر اگه ازدواج کنه مراقب خانواده و زن و بچهش میشه. دمیر مثل کوهی میشه که همه میتونن بهش تکیه کنن، درختی میشه که از سایش استفاده کنن. خدا یه دختر خوب نصیبش کنه. بین خودمون باشه ولی نصیبش شده. از یه دختر خوشش میاد. واقعا؟ کی؟ اسم دختره رو به همون نگفته، اما با توجه به اینکه میخواد ازدواج کنه حتما قضیه جدیه. جدی؟ حالا دخترم ازش خوشش میاد؟ اونو ما هنوز نمیدونیم، اما خب امیدوارم دخترم بفهمه که دمیر خیلی پسر خوبیه. خدا کنه. آره خب وقتی یه بزرگی بالای سر جوونا نباشه این چیزا رو نمیتونم بفهمم. چی بگم راستش؟ امیدوارم یه بزرگتر بالای سرش باشه. امیدوارم. خوش اومدی دمیر خان. خسته نباشی. دیشب یه تماس عجیب از بابات داشتم ساعت 2 شب. اگه بدونی در مورد چی با هم حرف زد؟
حتما گفته که من ازت شاکیم. گفته لطفا دخترمو ناراحت نکن. حتی شاید اینم نگفته. احتمالا گفته باشی یه جورایی مدارا کن. درسته؟ اگه یکم زمینه آدم شناسی داشته باشم برای این کارت حتما یه دلیل قانع کننده ای داری. دوستانه خیلی جالبیه. آب میوه میخوری؟ آره؟ دوبله شده در استودیو جیم. الو دخترم. چطوری مامان جونم؟ الان با بابا حرف میزدم، گفتم ببینم تو حالت چطوره. خونه تنهایی حوصله‌ات سر نمیره نه؟ مگه میشه حوصله‌ام سر بره؟ لیلا خانم و فیروزه خانم اینجا. سلام برسون. مامان میشه گوشیو بدی به خاله فیروزه لطفاً؟ با شما کار داره. لروکس جون. آی خاله فیروزه، دیروز کم مونده بود همه چی لو بره، شما باز چرا پا شدین اومدین خونه ما آخه؟ تا اون قضیه دیروزو حل کنیم هممون جون به لب شدیم، شما باز چرا اونجایی؟ تو اصلا نگران نباش، ما حواسمون هست، فقط یه چایی میخوریم و میریم. میبوسمت عزیزم، بای بای. خاله فیروزه قطع نکن، یه لحظه صبر کن. خاله فیروزه، از دست تو خاله فیروزه. مروه چه خبرها وداد؟ خسته نباشی. ممنونم. خوش اومدی. خوبی؟ این مشکلی پیش اومده؟ ولش کن، یه خبر خوب برات دارم. واقعا؟ مشتری پروژه رو قبول کرد. میتونیم اون درختایی که انتخاب کردی و سفارش بدیم. چشمتون روشن. من امروز سفارش‌ها رو میدم تا یه هفته دیگه میرسه. عالی میشه. مروه، من یه گل گذاشتم روی میزت. اونو برداشتی؟ آره خیلی خوشگل بودن، ممنونم. خواهش میکنم. البته من یه معذرت خواهی بهت بدهکارم. چرا؟ چند روز پیش بدون اینکه چیزی بهت بگم پرونده رو گذاشتم و رفتم، اما واقعا یه کار مهم برام پیش اومد. ما هیچ وقت همچین کاری نمی کنیم. در ضمن خیلی لطف کردی روشون کار کردی، من واقعا شرمندم، خیلی معذرت میخوام. باشه مروه، مهم نیست، بعضی وقتا پیش میاد. مهم اینه که کارساز بوده. خوشحال شدم. من یه چیز دیگه هم میخواستم بهت بگم. در اصل من میخواستم یه چیزی بهت بگم. چایی دم کردم، میخوری؟ آره میخورم. بریم. بریم. ممنونم. خواهش میکنم. سلام حسین خانم. بوراک خانم تشریف آوردن، میتونیم شروع کنیم. بفرمایید. بده پسرم. قضیه اینه که من چند تا مکانو برای تعمیر انتخاب کردم، بهتون نشون میدم. فکر کنم اینا همش مال شما. آره عزیزم، مال منه. از این مکانا